تشکر. من هم تشکر میکنم. سلامت باشین که به ما وقت دادید. Tabii Afganistan'ı konuşacağız genel olarak. Ama isteriz ki önce Türkiye, Diyarbakır'a geliş sebebinizi de konuşalım. Malumunuz 7. Alimler Buluşması vardı. Farklı ülkelerden alimlerin bir araya geldiği bir toplantı İttihat-ı Ulema'nın düzenlediği. Öncelikle siz de katılım gösterdiniz ve bir konuşma da yaptınız orada. Alimler toplantısını nasıl buldunuz? Biraz o konuda değerlendirme alıp başlayalım. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا به شما و تمام بیننده های شما سلام های خود را تقدیم می کنم. بسیار خوش هستم که در ترکیه آمدیم و در دیار بکر با دوستا نشست داریم. ما به یک نشست علمی از طرف اتحاد علما در دیار بکر دعوت شده بودیم و خرسند شدیم، با علما هم کلام شدیم که از کشورهای مختلف آمده بودند و الحمدلله بسیار صحبت‌های خوبی داشتیم و تفاهمات خوب داشتیم و وضعیت افغانستان را برشان تشریح کردیم و از احوال آنها هم آگاهی پیدا کردیم. Sayın Mücahit, öncelikle ben de hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Şimdi tabii Afganistan'da ABD işgali sonrası Afganistan'ın durumunu konuşacağız ama öncesinde baktığımızda Afganistan 20 yıl Amerika'nın işgali altında kaldı. 20 yıl öncesinde Sovyetlerin işgali falan söz konusuydu. Yani 10 yıllardır işgal altında kalan bir ülke. Önce Sovyetlerin, sonrasında ABD'nin hedefi oldu. Afganistan neden bu emperyalist güçlerin hedefi oldu? Neler söylersiniz? اصلی این است که افغانستان یک وضعیت ژئوپلیتیکی خاصی داره. موقعیت افغانستان قسمی است که ابتداعا اتحاد شوروی میخواست این موقعیت را بگیره و به آبهای گرم خود را برسانند. زمانی که شوروی ها شکست خوردن، آمریکایی ها خواستن بیاین به خاطر کنترل بر آسیا افغانستان را تسخیر بکنن و از این طریق باز بخواین ستیره خود را بالای آسیا داشته باشند. ولی الحمدلله ملت غیور افغانستان با توکل به خدای لایزال و با همکاری با از ملت خود استادگی کردن، جهاد و مبارزه کردن و که توسط آن تانستن هر دو ابرقدرت را شکست بدن و خاک خود را آزاد بسازن. Tabii daha detaylı konuşacağız. Daha fazla sorularımız da olacak Afganistan'daki son durumla ilgili. Evet, bir Rus işgali oldu. Ondan önce İngilizlerin malum az önce de bahsettiniz. Bir işgal süreci, bir savaş süreci oldu. En son ABD işgalini yaşadı Afganistan. Yaklaşık 20 yıl sürdü bu işgal süreci. Biraz bu 20 yıllık işgal sürecinde neler yaşadınız Afganistan'da onu da anlatmak istedim. شما میدانید هر ملتی که از طرف نیروی مقتدر دنیا تسخیر میشه و اشغال میشه، آنها روزای بدی را تجربه میکنن. اونجا قتل صورت میگیره، اونجا تخریب ابنیه ها و آبادی ها صورت میگیره، اونجا اقتصاد از بین میره، اونجا متاسفانه زندگی مردم گرفته میشه، آرامش مردم ربوده میشه، تمام پیشرفت ها جلوش گرفته میشه، تعلیم صدمه میبینه، عبادات صدمه میبینه، وضعیت اجتماعی بر هم میخوره. افغانستان دی همه را در 20 سال گذشته تجربه کرد و بسیار قربانی داد، بسیار زحمات را کشید و الحمدلله که بازم تانست موفقانه از این امتحان بدر آید و موفق باشه. Tabii Afganistan halkı 20 yıllık süreçte ağır bedeller de ödedi. En büyük bedeli de belki bu mücadele içerisinde
sizler ödediniz. Çünkü binlerce mensubunuz bu ABD işgaline karşı şehit oldu. بله ملتی که زیر یورش قرار میگیره و اشغال میشه طبعا قربانی میده، باید قربانی بده. آزادی یک نعمت بسیار بزرگ است و بسیار اهمیت برای هر ملتی داره. افغان ها هم باز آزادی خود را بسیار دوست دارند. از خاطر حفظ آزادی و کسب استقلال در برابر متجاوزین استاد شدیم. ملت ما در این راستا قربانی زیاد دیدن. هزاران تن شهید شدن، هزاران تن دیگر معیوب شدن، هزاران تن به زندان رفتن، خانه ها تخریب شد، اقتصاد ما برهم خورد. ولی شکر الهی را به جا می آوریم که این قربانی ها نتیجه داد و ما موفقانه تانستیم نیروهای تجاوزگر را از کشور خود برانیم و کشور خود را پس آزاد بسازیم و زیر سلطه خود داشته باشیم. Sayın Mücahit, şimdi Afganistan tabii Amerika'nın işgalinde kaldı. Fakat bu 20 yıllık süre zarfında yani işgale karşı direniş vardı. Ve en nihayetinde Amerika Vietnam'dan sonra bir de Afganistan'da mağlup olarak çekildi. Daha önce Sovyetler de aynı akıbeti paylaşmıştı. Bu mücadeleyi nasıl yürütebildiniz? Afganistan nasıl ayakta durabildi? Çünkü Afganistan yalnızdı. İslam ülkelerinin de Afganistan'a o anlamda bir desteği maalesef de olmadı. Diğer taraftan ciddi algı operasyonları vardı. Dezenformasyon süreçleri söz konusuydu. Dolayısıyla bütün bu saldırılar karşısında ve işgal karşısında Afganistan nasıl ayakta durdu? بله ما مشقات بسیار را در این راه پشت سر گذاشتیم. چیزی که بسیار مهم بود برای ملت افغانی بود که فرض میدانست، وظیفه الهی میدانست که جهاد بکنه. شما میدانید جهاد فرض است. زمانی که یک کشور اسلامی زیر اشغال قرار میگیره بالای تمام مردم او کشور اسلامی جهاد فرض میشه، فرض عین. افغان ها هم روی امی احساس که فرض را به جا می آورند استادند، مقابله کردن و مبارزه کردن و جهاد کردن. الحمدلله باز نتیجه هم داد. چیزی را که افغان ها تجربه کردن هم در جهاد زمان اتحاد شوروی و هم در زمان اشغال آمریکا، توکل راسخ به ذات اقدس الهی بود. شما آگاهی دارین که در این مبارزه هیچ کشوری با ما همکاری نکرد و هیچ ملتی هم روبرو با ما حمایت نکرد. درست است مسلمان ها در دنیا در حال استضعاف قرار دارند. آنها دعا کردن برای ما، آنها قلبشان با ما بود میسوخت، ولی از دستشان چیزی نمی آمد. ملت افغانستان به تنهایی این مبارزه عظیمی را انجام داد، ولی چیزی که رمز پیروزی در این جهاد بود توکل به ذات الهی بود و این بود که افغان ها ایمان بسیار قوی دارن الحمدلله و اثر از امو خداوند جل جلاله نصرت را شامل حال ملت ما ساخت و از اشغال بیرون شده الحمدلله. Peki Afganistan'da bir süreç yaşadı. 20 yılın son ABD işgal sürecinde büyük bir masumiyet yaşadı da açık Afgan halkı. Bu masumiyeti dünya duyabildi mi, görebildi mi veya siz bunu anlatabildiniz mi, anlatma imkanı bulabildiniz mi? Çünkü hala uluslararası kamuoyu sizi suçlayıcı ifade eder. بله ما در زمان جهاد هم مظلومیت و ضعف خود را، ضعف ملت خود را به جهان رساندیم همون زمان هم و بعدا هم از او حکایت داریم. ولی متاسفانه او زمان تنها اشغال نظامی نبود. ما از لحاظ مطبوعاتی هم اشغال شدیم. هیچ رسانه گذاشته نشد که به نفع ما نشرات بکنه. هیچ وسیله نشراتی به دست نداشتیم. تلویزیون نداشتیم، رادیوها نداشتیم. رادیوهای بسیار FM که بسیار نشرات پایین میکنه در کوهها جور کردیم و ساحات کمی را زیر پوشش داشت و وسایل تبلیغاتی ما زیاد نبود. در سالهای بعدی که سوشال میدیا زیاد ترویج یافت ما تانستیم باز استفاده از سوشال میدیا بکنیم در رساندن پیام مردم افغانستان و واقعا ما صدای مظلومیت
افغانها را به دنیا رساندیم. ولی متاسفانه در کشورهای اسلامی مستضعف بودن، خودشان نمیتونستن با ما یاری بکنن. کشورهایی که حرف از حقوق بشر و حقوق انسان میزنه، سازمانهای بزرگی که از حقوق بشر حرف میزنه، آنها متاسفانه در طرف آمریکا استاد بودن، موافق بودن که مظالم انجام شود و باید هم دوام داشته باشه. مثلا ما زندان گوانتانامو را مثال میاریم، چقدر خطرناک بود، در تاریخ بشریت یک داغ سیاهی بر پیشانی یا دامن بشریت زد. در عصر کنونی در قرن 21 این قسم وحشتی را در زندان انجام دادن واقعا بشریت را با خجالت مواجه می سازه. ولی هیچ صدای از کدام نهاد نخست که چرا حقوق بشر ضایع میشه. در زندان بگرام ما وحشت های متعدد را دیدیم و تجربه کردیم. در زندان های دیگر وحشت های مختلف، حتی افراد ما مجاهدین ما با تبر توته شدن، بالای آتش نشانده شدن، وحشت های مختلف را تجربه کردیم. متاسفانه این صداها را ما تا نهادهای بین المللی رساندیم. بازم تکرار میکنم که او زمان امی نهادها حمایت از امو جنایتکارا داشتن. Burada bu Doha'da yapılan bir anlaşma var. Yani Amerika ile Afganistan arasında, Taliban arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmayı aslında dünyanın diğer ülkeleri de kabul ettiler. Fakat daha sonrasında Amerika başta olmak üzere dünyanın hiçbir ülkesi mevcut İslam Emirliği'ni tanımadı. Yani meşru bir anlaşma yapıldı. Fakat anlaşmadan sonra ne oldu da İslam Emirliği tanınmadı? Burada size yönelik de yapılan şartlar mı vardır? Ne isteniyor? بسیار واضح است. پیمان دوحه یگانه راه حلی بود که با آمریکایی ها انجام شد. ما ابتداء زمانی که آمریکا بالای افغانستان تجاوز میکرد، ما برشان گفتیم که تجاوز و استعمال اسلحه، اعمال فشار راه حل نیست. بیاین با ما صحبت بکنین. به خاطر چی حمله میکنین بالای کشور ما؟ دلایل خود ارائه بکنین، قناعت بکنین با هم. ولی آمریکا او زمان بسیار زورگو بود، فکر میکرد کامیاب میشه، فکر میکرد که افغانا را شکست داده میتونه، فکر میکرد که افغانا دیگر چیزی کرده نتانستن. زمانی که 20 سال بالای جنگ گذشت، آنها درک کردند که مذاکرات و مفاهمه راه حل است و واقعا می راه حل بود. این پیشنهاد ما بود که باید اول جنگ نمیشد. 20 سال بعد آمریکا با ما جای آمدن که ما میخواستیم. بازم خوب شد که در دوحه مذاکرات انجام شد، پیمان دوحه امضا شد. در نتیجه او پیمان هم افغانا سود بردن و هم آمریکا سود برد. افغانا از ناحیه ازی سود بردن که کشورشان از نیروهای بیرونی خالی شد و جنگشان به پایان رسید. زیانهایی که روزمره ما متحمل می شدیم جلوگیری شد. آمریکا هم منفعت برد، به خاطر که اساکرشان در کشت و خون بود، نجات پیدا کردند. همچنان مصارف اقتصادیشان از حد گذشته بود، برشان پس صرفه‌جویی شد. همچنان اتوریته و حیثیت آمریکا هم زیر سوال رفت که در افغانستان جنگ میکنه، 20 سال گیر مانده و چیزی کرده نمیتونه. حیثیت آمریکا هم شدیداً صدمه دید. او حالت هم تغییر کرد. یعنی به منفعت آمریکا هم شد، به منفعت افغانستان هم. بعد پیروزی مردم افغانستان و انخلاء نیروهای آمریکایی، متاسفانه آمریکا هنوزم بعضی بانجویی ها میکنه و تخلف از قواعد دوحه داره. در پیمان دوحه آمده بود که نظام بعدی که در افغانستان حاکم میشه، آمریکا با اون نظام تعامل نرمال سیاسی را احیا میکنه. تا والی را نکرده. در اوجا آمده بود که تمام لیست های سیاه یا تعزیرات بین المللی از سران و بزرگان امارات اسلامی برداشته میشه. متاسفانه تا حال ریگان برداشته نشده. در اوجا آمده بود که دیگر آمریکا به خصومت و دشمنی و عقده‌گشایی تلاش نمیکنه. متاسفانه تا به حال را هم جریان داره. گاهی وقت پول ما را قید میکنه در آمریکا. سر بانک های افغانستان تعزیرات وضع کردن. وضعیت را متشنج نگاه کردن که جای تعصب بار است. ما آل بازم پیشنهاد میکنیم با آمریکا که راه حل فشار نیست، راه حل اعمال فشارها نیست، راه حل مذاکرات است، تفاهم است. بین بازم مسائلی را که باقی مانده با هم در تفاهم حل بکنیم تا ملت افغانستان هم سرفراز و یک ملت آزاد و زندگی بکنه. آمریکا هم تعامل خوب با افغان‌ها داشته باشه، یک صفحه جدید را باز بکنیم. این باز مربوط به آمریکا میشه که چه قسم تصمیم میگیرن.
devam edelim. Şöyle devam edelim. Evet, 20 yıllık bir işgal sona erdi yakınlıkta. Biliyor musun, onlar da bu işgalin sona ermesine Afgan halkının zaferine elbette ki sevindi, mutlu oldu. Ancak görüyoruz ki hala az önce sizin de bahsettiğiniz, işaret ettiğiniz gibi işgal sona erdi ama Afganistan hala bir abluka altında, bir muhasara altında. Özellikle de ekonomik muhasara altında. Malumunuz yaklaşık 10 milyar dolar Afgan halkının parasını ABD tabiri caizse gasp etmiş durumda. Ve onun haricinde zaten ikili ilişkiler, ticari ilişkiler falan bunlar da yok. E, Emirlik bu ablukayı nasıl kıracak? ما قبلا اشاره کردم که اعمال فشار، استعمال زور و تعذیرات راه حل نیست. این ملت ها را از هم دور می سازه، تخم عقده ها را می کاره. با هم برای حکومتان مناسب نیست و هم برای ملت ها. افغان ها می دانند که اگر با فقر، با تنگدستی، با مشکلات مواجه میشه از دست آمریکاست. این یک عقده را ایجاد میکنه در افغان ها. ما بخوایم که این سیاست تغییر بکنه. آمریکا باید من بعد واقعیت ها را درک بکنه. اگر افغانستان آرام داشته باشیم، اگر افغانستان اقتصاد خوبی داشته باشه، این به ضرر هیچ جهتی نیست. افغانستان من حیث یک کشور مرفه و آرام در دنیا تبارز میکنه، به خیر منطقه هم است، به خیر آمریکا هم است، تمام دنیا. اگر خدای نکرده در افغانستان اقتصاد خراب شود، نظامی که حاکم است خدای نکرده تضعیف شود، امنیت از دست بره، بدون شک باز افغانستان نارام خواهد شد و این نارامی افغانستان هم منطقه را صدمه میرسانه و هم به دنیا صدمه میرسانه. راه حلی است که آمریکا از اعمال فشار بگذره و فشارهای اقتصادی را که تلاش داره اعمال بکنه از این دست برداره. ما پیشنهاد میکنیم که این روش باید تغییر بکنه. این پالیسی کامیاب نیست. در این راستا ملل متحد باید رول خود را انجام بده، همچنان باید اتحادیه اروپا رول خود را انجام بده. با تجارب 20 ساله که فشار و زور و استعمال اسلحه حتی جای را نگرفت، تعذیرات مالی هم جای را نمیگیره. ملت افغانستان دوست دارن که مستقل باشن، با کسی در تنش و جنگ و صدمه نباشه، گذاشته شود که ملت زندگی آرام خود داشته باشه. این به نفع تمام جامعه است. Buradan pardon Kenan Bey, ben bunun devamını sorayım. Ya biraz ABD ve onun öncülük ettiği koalisyon bu ekonomik muhasarayla Afgan halkını cezalandırmak mı istiyor? Yani 20 yıl boyunca siz beni desteklemediniz, işte Taliban'ı desteklediniz. En sonunda Taliban tekrar iktidara geldi. Ben sizi ekonomik muhasarayla cezalandırıyor muyum demek istiyor. ظاهرا تلاش آمریکا هم چنان است که بالای مردم افغانستان فشار اعمال میکنن، مردم افغانستان را جزا میدن، ولی معلوم نیست جزای چی. مردم افغانستان چی کردن که باید جزا ببینن؟ این انصاف در نهادهای حقوق بشر هم تا بالا نیست. این احساس پیش سازمان ملل متحد هم تا بالا پیدا نشده و هیچ سازمان دنیا یا کشوری که منصفانه نظر بکنه به ملت افغانستان که این ملت دیگر حقدار تعذیر و تعذیب نیست، حقدار همکاری و کمک است. و همیشه افغانات صدای خود بلند میکنه که ما میخواهیم با جامعه جهانی منصفانه زندگی بکنیم، آرام زندگی بکنیم بدون اعمال کدام فشار. ولی متاسفانه تا به حال این صدا شنیده نشده. امیدوار هستیم که این صدا باید شنیده شود. مردم افغانستان در حالت خوبی قرار ندارند، باید همکاری صورت بگیره و صفحه جدید با آنها باز شود که در صلح و آرامش با دنیا زندگی کنه. Devam edersek şimdi tabii bu ABD işgali aynı zamanda kültürel anlamda da ciddi bir yıkıma, tahrilata yol açtı. Diğer taraftan şimdi ABD işgale başladığı zaman hani Taliban'ı uyuşturucu konusunda suçluyordu. Fakat işgal döneminde Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre Amerika'nın kontrolü altında uyuşturucu oranı arttı. Ve Amerika buradan çekildikten sonra da bu anlamda bir enkaz bırakıldığı ifade ediliyor. Nasıl bir enkaz kaldı? Şu anda yönetim olarak orada neyle karşı karşıyasınız? Bu noktada verdiğiniz mücadeleyi biraz anlatabilir misiniz? یک واقعیت را که ما باید سرش صحبت بکنیم این است که در سال 2000
زمانی که امارت اسلامی قبلا حاکم بود، کشتی خشخاش را در افغانستان ما صفر کرده بودیم. مواد مخدر اصلا در افغانستان صادر نمیشد، بسیار به صفر رسیده. متاسفانه زمانی که آمریکا تجاوز کرد بالای افغانستان، پس کشتی خشخاش و کشتی بوته های منشی یا نشاآور در افغانستان زیاد شد. حتی تا 4 میلیون افغان در اعتیاد رسیدن، معتاد شدن. صدمه بسیار کلانی را به افغان ها هم وارد کرد و از طریق افغانستان شاید دنیا هم نارام شده باشه از لحاظ مواد مخدر، از لحاظ صادرات مواد مخدر، تجارت نامشروع مواد مخدر. حالا که پس اشغال به پایان رسید، امارت اسلامی افغانستان چند ماه میشه که اعلامیه صادر کرد تمام کشت خشخاش در افغانستان بند شده و این عملی هم شده. هیچ جای ما نداریم که امسال خشخاش کشته شده باشه. البته در مورد او بعضی ذخایری که شاید وجود داشته باشه، در مورد انتقال آنها هم پلیس ما شبانه روز تلاش می‌ورزه. در میدان هوایی ها، در میدان های هوایی، همچنان در سرحدات کشور، در دروازه هایی که از افغانستان مواد بیرون میشه و داخل میشه، در او جاها پلیس ما بسیار متوجه از است که خشخاش یا مواد مخدر انتقال داده نشه. ما متوجه هستیم، ولی 1 سال 2 سال شاید این حالت دوام بکنه، دیگر افغانستان از تمام منشیات پاک است و ما هیچ مواد مخدر نخواهد داشتیم. علاوه بر این میلیون ها افغانی که معتاد شدن، حال کار سرش جریان داره در شفاخانه ها، در مراکز صحی که آنها تداوی شوند و پس از اعتیاد برگردن و زندگی عادی خود را آغاز کنند. Bağlantılı olarak devam edersek bu konuyla size göre şu anda Afganistan'ın en önemli sorunu nedir? Çözüm bekleyen en temel sorunu nedir? Bir veya bir iki başlıkta özetlerseniz. باید بگوییم که افغانستان فعلا در وضعیتی قرار داره که در حالت بهبود اقتصاد خود است، در حالت تامین امنیت خود است، در حالتی است که زندگی از سر اونجا آغاز شده. در این راستا همکاری و کمک دنیا و کشورها نیاز است. ما می‌خواهیم از دنیا که با ما همکار باشند و افغان‌ها را بگذارن که زندگی خود را از سر تامین بکنن و این مشکلاتی را که ما مواجه هستیم روز به روز حل شدنی است. ما تلاش می‌ورزیم تمام منابع اقتصادی خود را احیا بکنیم، استخراجات معادن داشته باشیم، تجارت را سر تنظیم نماییم و زندگی آرام به مردم افغانستان تلاش می‌ورزیم. Tabii 20 yıllık işgal süreci sonlandı. Bu sürecin ardından yeni bir yönetim var Afganistan'da. Afganistan İslam Emirliği kuruldu. E, Afgan halkının emirlikten beklentileri nedir? Emirlik Afgan halkına ne vaat ediyor? Tabii sadece Afgan halkı değil, bunun dışında uluslararası kamuoyunun da gözleri sizin önünde. Afganistan İslam Emirliği dünyaya, uluslararası kamuoyuna ne vaat ediyor, ne anlatıyor? İki başlık halinde değerlendiriyor. بله، مردم افغانستان از امارت اسلامی افغانستان چندین چیز را نیاز دارند. تداوم امنیت که مردم افغانستان 43 سال جنگ را تجربه کردند، امنیت نبود، جنگ بود. امنیت میخواین یک. دوم، اقتصاد خوب میخواین مردم افغانستان از نظام خود. دو، اتحاد کلی میخواین که باید قائم شه، حال آمده، ولی اختلافات قبلی که چندین سال گذشت باید جلوش گرفته شود. دقیق امارت اسلامی تلاش می‌ورزه که کارا را انجام بده. چهارم میخواد که آرام من حیث یک ملت سربلند و من حیث یک ملت مرفه زندگی بکنن، تحصیل بکنن، تداوی شوند در خانه خود. مهاجرین ما از کشورهای دیگر برگردن به کشور. این نیاز بسیار مبرم مردم افغانستان است. ما تلاش می‌ورزیم که همچون شرایط را فراهم نماییم. امارت اسلامی افغانستان امنیت سر و تاسری در کشور تأمین کرده. مردم با امن هستند نسبت به گذشته. بعضی فتنه ها هست که ما تلاش میکنیم از بین بره. همچنان اقتصاد رو به تحرک است، از سر زراعت تنظیم میشه، منابع اقتصادی احیا میشه، کارخانه ها و فابریکا ساخته میشه،
سرکا پخته میشه، همین حال کار و پلان سرش جریان داره. پروژه های بسیار بزرگ در منطقه در حال پیاده شدن است که منفعت به مردم افغانستان داره و اقتصاد مردم انشاءالله به حالت تحرک میای. ما مسئول هستیم و وعده میتیم که این کار انجام میشه و نیاز داریم که به آرامش گذاشته شه، مداخلات بیرونی نباشه و ما آرام آرام پیش بریم و زندگی خود را نرمال بسازیم. Konuyla ilgili bir sorum olacak. Şimdi hani Afganistan İslam Emirliği'ne yönelik ciddi bir takım ön yargılar var. Ve bu noktada en fazla yöneltilen eleştirilerden bir tanesi de kadınlar konusu, kadınlar konusunda ve genel anlamda eğitim konusunda eleştiriler var. İslam Emirliği kendisine yönelik bu eleştirileri ve bu ön yargıları bu anlamda nasıl giderecek veya var olan durum ne? Şu an yani bu eleştirilerin haklılık payı var mı? İleriye dönük bir planımız, bir programımız var mı? بله، در مورد خانم‌ها و واکنش مردم باید بگویم که ما نیاز شدید به آرامش مردم خود داریم، به دادن حقوق خانم‌ها و مردان مسئولیت داریم. امارات اسلامی افغانستان تمام تلاش‌های خود را می‌ورزد که زمینه بسیار مسئول و محفوظ که چارچوب شریعت و تطبیق شده باشه برای خانم‌ها مهیا شود. هم در بخش تعلیم و تربیت خانم‌ها، هم در بخش کار خانم‌ها باید شریعت اسلامی عملی باشه، خانم‌ها مسئول باشن از لحاظ فیزیکی، از لحاظ روانی و خانواده ها هم مطمئن باشن که خانم‌هاشان به کار، به درس و تعلیم میره، یک زمینه مناسب برشان مهیا باشه. در این راستا ما تلاش می‌وریم. تلاش های ما تمامشان به می متمرکز است. همین اکنون هم خانم‌ها در بخش‌های مختلفی از ادارات نظام امارات اسلامی کار میکنن، در بخش‌های تحصیلات عالی، در بخش تعلیم و تربیه، در بخش صحت عامه، در بخش پلیس، در بخش میدان‌های هوایی، در بخش تذکره، در بخش پاسپورت، در بخش بانک ها، تمام شعباتی که مربوط به زن است و خانم ها هست مدیریتشان به خود دست خانم. در بعض ادارات هنوز برشان زمینه مساعد نشده که کار بکنن، معاشاتشان در خانه برشان تعدیه میشه، معاشاتشان در خانواده هایشان میرسه برشان. یعنی یک کمک فوق العاده به خانم ها وجود داره. هدف عمده امارات اسلامی است که خانم های افغان معزز، با عفت و سربلند زندگی بکنن، در هر جایش که باشه امنیتشان هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ روانی تامین باشه. همین هدف است. Bununla ilgili bir sorun daha olacak. İnsan hakları konusunda da genel anlamda böyle var olan durum nedir? Ve var olan sorunları giderme, durumu iyileştirme noktasında da bir programımız var mı? در مورد وضعیت کنونی باید بگم که حالت در حالت بهبود است. تمام وضعیت انشاءالله در هر سطوحی اگر ما بگوییم امارات اسلامی افغانستان توجه خاصی داره و انشاءالله نیاز به وقت است که وقت میگذره. تمام کاستی و کمی که وجود داره هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی آستا آستا تکمیل میشه و ما امیدوار هستیم که در سالهای آینده انشاءالله مشکلاتی نخواهد داشت. Biraz sorum ironik olacak ama bunu söyleyeyim. Hani batılı ülkelerin özellikle de bu oluşturmuş olduğu bir algı da var. Yürütülen bir algı operasyonu da var. Az önce siz ekonomiden bahsettiniz, projelerinizi anlattınız. Yaklaşım şöyle batıda. Afganistan'daki yönetimde şu an mollalar var. Mollalar ekonomi yönetmesini bilmez. Dolayısıyla Afgan ekonomisi de düzelmez diye bir yaklaşım var. Bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu olumsuz algı operasyonlarının sonu neye varacak? یک چیزی را ما بگویم که یک سال و چند ماه میشه امارات اسلامی آمده، از 20 سالی که گذشته در بخش اداری کارهای زیاد انجام شده. همین کسایی که گفته میشه یا کار را نمیفهمند یا نو هستند یا تجارب ندارن یا تخصص ندارن، آنها بسیار خوب حکومت داری کردن، امانت داری کردن، فساد اداری را جلوش گرفتن، امنیت را تأمین کردن. در تمام دوائر حکومتی نظم خوبی برقرار است و هر روز ما شاهد پیشرفت هستیم. یک موضوع. دوم، تمام ادارات تخصصی مربوط به متخصصین خود است. مثلا در وزارت مالیه ما با سطح معین از کسایی که قبلا کار میکردن حال هم است.
در وزارت مخابرات کسایی هستند که قبلا بودن. در وزارت اقتصاد به سطح موینا دکترا اوجا کار میکنن، دکترای اقتصاد. در وزارت صحت عامه وزیر صحت عامه دکتر است، معینایشان دکتر هستند، تخصص خود دارند. در وزارت تجارت کسی که وزیر تجارت است خودش یک تاجر ملی کشور ماست. و در تمام سطوح، حتی در تمام بدنه حکومت 80% کسایی که قبلا کار میکردن متخصصین بودن، دکتر بودن، انجینیر بودن، در جای خود هستن کار میکنن. حال ما شاهد از این هستیم، اگر شما در شهرهای افغانستان ببینید شهروالی ها سر کار پخته میکنن. تمام انجینرهای سابق هستن که کار میکنن امرای ما. انجینرهای کشور ما با احساس کار میکنن، بسیار وطن دوستانه پیش میرن. تمام خطوط هوایی ما را کسایی که هستند به پیش میبرند. تمام جای مسلکی را کسای مسلکی داریم که پر کردن و خوب خدمت میکنن. در این راستا انشالله ما با مشکلات مواجه نیستیم. Tabii bir de medya muhabirası var. Bugün yaşanan bir hadiseler vardı. Onu da Sayın Mücahit'e soralım, dile getirelim. Şimdi biz bugün programın tanıtımını yaptık gün içerisinde. Belki siz de duymuşsunuzdur. Türkçe ve Farsça olarak sosyal medya platformlarından bazı sosyal medya platformları sizin yayına çıkacağınız tanıtımlara sansür getirdi. Sosyal medya platformlarından kaldırıldı. Biliyoruz ki size karşı da Amerikan merkezli sosyal medya platformlarında bir ambargo da var. Bu ambargo durumunu, bu sansür durumunu özgürlükçü batılı ülkelere dayayarak nasıl bir değerlendiriyorsunuz? بله باید اگرچه ما در ترجمه مشکل است دقیق نگرفتم سواله، ولی اگر هدفتان ازی باشه که پروپاگاند علیه امارت اسلامی میشه و اجازه داده شد، باید ما بگیم رسانه ها در افغانستان آزادی خود داره، تا حدی قوانین برش ساخته شده. آستا آستا ما پیش بریم که رسانه ها را با وضعیت کنونی افغانستان تنظیم بکنیم و سوء استفاده و تبلیغات علیه نظام، علیه منافع مردم افغانستان، علیه اصول اسلامی نشه و ان شاء الله حال رسانه های کشور آستا آستا به چارچوب قانونی خود را برابر ساختن، روز به روز هنوز هم بهتر میشن. Burada şimdi Afganistan'da özellikle son dönemde maalesef camileri hedef alan bir takım provokatif saldırılar var. Daha önce işgal döneminde, ABD işgali döneminde de zaman zaman maalesef bu camilerde yaşanan patlamalar oldu. Ve son dönemde bunlarda bir artış var. Camileri hedef alan, cami cemaatlerini hedef alan bu bombalı saldırıların arkasında kimler var? Ne amaçlanıyor? Bunun üzerinden sürekli Afganistan ve İslam Emirliği'ne yönelik de böyle bir töhmet oluşuyordu. Bunun perde arkasında neler var? بله ما باید بگوییم که یک کتله بسیار خردی از خوارج یا داعشی ها در افغانستان متاسفانه از قبل زیاد بودن، حال کم شدن، جلوشان گرفته شد. آنها هستند که مساجد را حمله قرار میتن، علما را، جای ملکی را، حتی اطفال را در دانشگاه و در مکتب و در جای تعلیم در شهر و بازار گاهی وقت انفجارات را میکنه، ولی فیصدی ازی بسیار کم شده. خب این جنایتکارهایی که هستن بسیار تضعیف ساخته شدن، هیچ جای نظامی و حکومتی را نمیتونن هدف قرار بدن، جای ملکی را هدف قرار میدن که هم جنایتشان را برملا میسازه و هم قساوتشان را و هم ایره که آنها باور به هیچ آیینی ندارن متاسفانه. و این دشمن تمام مردم افغانستان هستند. حکومت تلاش می‌ورزه که تمام ریشه های آنها را ردیابی کنه و آنها را از بین ببره. انشالله حال عملاتشان بسیار کم هم شده، هنوز هم تلاش می‌ورزیم که امنیت کلی تامین شه انشالله. Burada böyle mezhep temelli, mezhepçilik temelli bir çatışma mı çıkartılmak isteniyor? Yani mezhebi anlamda mı hedefler seçiliyor? Buna dair neler söylersiniz? بله تلاشی آنها شاید همی باشه که بین مذاهب اختلافات را ایجاد بکنه، بین اقوام اختلافات را ایجاد. ولی مردم افغانستان میفهمند که این دشمنای ما هستند، قربانی آنها نمیشن. هرگز ما در افغانستان جنگ مذهبی نداشتیم. اهل تسنن و اهل تشیع در افغانستان از چند صد سال میشه زندگی میکنن و گپی نو نیست. آنها برادروار زندگی کردند، بالوی هم. حتی غیر مسلمین در افغانستان هستند، سیک هستند، هنود هستند، با ما زندگی میکنن آرام، هیچ حقشان ضایع نشده. و اقوام مختلف افغانستان داره
و سمت‌های مختلف. ولی الحمدلله کدام وقت ما جنگ قومی نداشتیم، جنگ مذهبی نداشتیم. دشمنا تلاش میکنه ولی مردم افغانستان الحمدلله در این راستا بسیار بسیار متوجه هستند، قربانی دسیسه ها نمیشن. اگرچه آنها تلاش بکنن انشاءالله ناکام میشن. Peki, şimdi zaten sorunlardan bahsettik. Az önce işte ekonomik sorunların ve yaşanan uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundunuz. İşgal sürecinde ne tür kötülükler Afgan halkına yapıldığına dair. Tabii sorunlar fazla. Ancak bir diğer önemli sorun ve problem de sağlık sektörü Afganistan'da. Sağlık sektörü ne durumda? Ambargoda, ticari ekonomik ambargoda malum bir muhasebe altındasınız. Bu sağlık sektörünü de etkiliyor mu? Sağlık sektörünü Afganistan'da tekrar ayakta tutmak için ne yapılmalı? Beklentileriniz nedir? ما در اوایل گفتم که زمانی که یک کشور اشغال میشه تمام سکتورها متضرر میشن. در افغانستان سکتور صحی هم طبابت هم شدیداً زیر یعنی حملات قرار داشت. شفاخانه های ما بمبار شد، سطح تعلیم و تربیه یا سطح معلومات طبی پایین آمد، جلو پیشرفت افغانستان گرفته شد. ولی بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان آمده زیاد توجه صورت گرفته. حال هم ما شفاخانه ها را پس از سر منظم ساختیم. وزارت صحت آمد تلاش کرد با کشورها تماس بگیره، مؤسساتی که به خاطر صحت کار میکنن آنها را جلب کنن به کشور و شفاخانه های آزاد هم جور شده. حال در افغانستان یک تلاش جریان داره که در قندهار یک فابریکه داروسازی داشته باشیم که 80% داروی افغانستان یا دوای افغانستان از کشور ما شود و استاندارد و معیاری باشه. اکنون دوا از بیرون میاد به افغانستان ولی دوای تجارتی است که کیفیت آنها زیر سوال است، تاثیر چندانی نداره. این سکتور صحی را صدمه وارد میکنه. ولی ما تلاش میورزیم که تمام چیزا در داخل کشور ساخته شود و معیارشان بلند باشه. همچنان دکترای ما ورزیده باشند. در بخش طب تلاش های نهایی کوشش صورت میگیره و تلاش صورت میگیره که همکاری ها هم همراه ما باشه و نظم هم در وجه حاکم باشه. اگرچه وقت خواهد گرفت زمانی که سکتور صحی ما به پاس داد میشه یا با کشورهای دیگر برابر میشه وقت میگیره، چون باید تحصیلات پیش بره، تخصصات پیش بره، وسایل در اختیار ما گذاشته شود و همچنان ظرفیت های داخلی هم بلند بره. ولی ما امیدوار هستیم توجه بیشتر شده. حال هم صحت وضعیت صحی در افغانستان رو به بهبود است. وزارت صحت ما روز و شب تلاش می‌ورزه که کمی و کاستی هایی را که داریم تکمیل کنند. Burada bu geçtiğimiz aylarda hani deprem yaşanmış Afganistan'da. Sonrasında bir takım sel felaketleri yaşandı. Dolayısıyla insani anlamda zaten hemen öncesinde bu Amerika'nın çekilmesiyle beraber yani bir açlık krizinden bahsediliyor. Bizler de Rehber TV olarak hani bunların haberlerini sıklıkla yaptık. Afganistan'a insani yardım çağrısı da bulunmak adına. Şu an bu noktada durum ne? İnsani yardım geliyor mu? Bu noktada dışarıdan gelen yardımlar var mı ve sizin sahadaki çalışmalarınız ne durumda? اول باید بگویم که مصائب در افغانستان زیاد بود. بعد از اینکه یکی خود جنگ خودش اقتصادی ما و توانی های مردم افغانستان صدمه دیده بود، بعضی آفات هم آمد، مثلا زلزله شد، مثلا سیلاب آمد، مردم نیاز به کمک و همکاری های جدی داشتند. ولی الحمدلله تا به حال ما با کمش غذا مواجه نشدیم. مؤسسات هم کمک کردن. بعضی کشورها الحمدلله مثل کشور ترکیه، کشور قطر، کشور امارات متحده عربی، کشور پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان آنها کمک‌های خود به مردم افغانستان رساندن، کمک‌های بشری را در وقت‌های بد. و همچنان دروازه‌های افغانستان با تمام همسایه‌هایش باز است. مواد غذایی فعلا در بازارهای ما زیاد است و الحمدلله نرخشان به نسبت به کشورهای همسایه متفاوت است، پخش است. کرنسی ما نرخ خود را حفظ کرده. وضعیت انشالله روز به روز در حالت بهبود است ولی بسنده نیست. ما چشم براستیم که کشورهای اسلامی خصوصا مردم افغانستان را در آوان سخت که زمستان در راه است، بعضی آفات افغانستان را زده،
در این راستا ما را کمک همکاری بکنند در مواد رساندن مواد غذایی، در رساندن کمک ها. همچنان نهادهای بین المللی هم چون از لحاظ کمک به مردم افغانستان مسئولیت دارند، باید آنها مردم افغانستان را همکاری بکنند و یاری بکنند تا مشکلات را که اجتماع افغانستان داره با مشترکاً را حل بکنیم. Buna da belki biraz tekrar olacak çünkü kısmen değindiniz ama Afganistan İslam Emirliği'nin başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinden beklentisi nedir? Bu noktada talepleriniz var mı? Biraz da diplomatik olarak bu ilişkiler nasıl güçlendirilecek? خواست مردم افغانستان از به خصوص از کشور ترکیه است، چون مردم افغانستان با مردم ترکیه تعلقات بسیار عمیقی دارند، تعلقات تاریخی، فرهنگی، مذهبی، برادروار زندگی کردن در سالیان سال، کمک ها صورت گرفته. اکنون هم کمک های کشور ترکیه از همه قدر بیشتر به مردم افغانستان رسیده ولی ما میخواهیم کمک ها اضافه شود و توجه ترکیه با مردم افغانستان باشه. یک دوم، در راستای دیپلماسی هم میخواهیم با کشور ترکیه همچنان با کشورهای دیگر زیاد روابط عمیق دیپلماتیکی تامین بکنیم. اگر خدای خواسته بود از این طریق امارات اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شود و همراهشان همکاری بیشتر صورت بگیره، هم در عرصه دیپلماتیک هم در عرصه اقتصادی، این به نفع کشورها هست. بخصوص بین ملت افغانستان و ملت ترکیه قرابت زیاد را تأمین میتونه و اعتماد بیشتر را ایجاد میتونه و به نفع هر دو کشور است و ما امیدوار همچه روزی هستیم. Tabii Afganistan için uluslararası ilişkiler de oldukça önemli. Siz daha önce yapmış olduğunuz açıklamalarda farklı ülkelerle diyalog kurmak, temas kurmak istemiştiniz. Siyasi ve ekonomik işbirlikleri yapmak istemiştiniz. Bu konuda bir gelişme, olumlu bir gelişme var mı en azından? Birleşmiş Milletler'de şu an Afganistan İslam Emirliği'nin temsiliyeti ne noktada? Sanırım henüz somut bir adım atılmış değil. Geçtiğimiz günlerde de Birleşmiş Milletler toplantısı New York'ta yine yapılmıştır. Biraz hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem de uluslararası ilişkiler anlamında Afganistan'ın yeni yönetiminin diyalog çalışmaları nasıl? باید بگوییم که امارات اسلامی افغانستان از روزی که تأسیس شده و آغاز به کار کرده در دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه چقدر فعالیتی که انجام شده در تاریخ افغانستان بی‌نظیر است. یعنی وزیر صاحب خارجه ما، دیپلمات‌های ما، چقدر سفرهایی که بیرون از افغانستان داشتن با در تأمین روابط با کشورها، در فعالیت دیپلماسی، در ایجاد تماس‌های بسیار خوب با کشورها، دیگر کدام نظامی در افغانستان نکرده بودم چه تلاش‌های و نتیجه خوبی هم داده. با کشورهای زیاد ما روابط بسیار خوب داریم، کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی، کشورهای همسایه ما، کشورهای عربی، با تمامشان بسیار یک روابط پر اعتماد خوبی ایجاد شده و تعامل این کشورها هم تا به حال با افغانستان رسمی است، ولی این رسمیت تا به حال اعلان نشده. همین خلای وجود داره. سفارتخانه در کابل هستند، فعالیت خود دارند. در کشورها سفارتخانه های افغانستان هستند، فعالیت های قنصلی خود را انجام میتن. و ما تلاش می‌بردیم که این روابط هنوز هم زیادتر شود. در سازمان ملل متحد هم خواست‌های بار و مکرر ما کردیم که بارها و مکرر گفتیم که حق مردم افغانستان داده شود. یعنی افغانستان به رسمیت شناخته شود، چوکی ملل متحد به پناه سپرده شود. اصرار ما وجود داره و هنوز هم تلاش میکنیم در هر نشست، در هر تماس و در هر تریبیونی که ما تانستیم استفاده بکنیم این صدا را ما رساندیم. امیدوار هستیم این حالت هم تغییر بکنه، دنیا واقعیت‌ها را در افغانستان درک بکنه و با مردم افغانستان همراه باشن انشاءالله. Evet, şimdi tabii biraz da sizinle ilgili daha özel bir konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Taliban'a yönelik. Şimdi tabii Türkiye'de farklı yaklaşımlar var. Eminim ki diğer ülkelerde de böyledir. Taliban'a farklı tanımlamalar getiriyor. Farklı yapılarla bir anlamda belki de karıştırılıyor. Taliban kendini nasıl buluyor? Bunu biraz da sizin aslında direkt olarak. ما تلاش میکنیم که امارات اسلامی افغانستان قسمی که هست شناخته شود.
طبعا 20 سال ما در جنگ واقع بودیم، علیه ما تبلیغات زیاد صورت گرفته. این تبلیغات شاید در ترکیه هم نظرات مختلفی در این مورد ما ایجاد شده باشه، ولی چیزی را که ما هستیم و تعریف میکنیم از خود این است که امارات اسلامی افغانستان متشکل از مردم افغانستان است، مردم اقوام مختلف و مردم مظلوم، مردمی که در قربانی ها همیشه سهیم بودند و مردمی که درد و درکی کشور خود دارند، آنها از اقوام مختلف جمع شدند، نهضت را ساخته بودند و امارات را ساخته بودند و علیه اشغال استادگی کردند، مربوط به تمام اقوام. پشتون بود، و تاجک بود، ازبک بود، ترکمن بود، هزاره بود، اقوام دیگری ما بشهی و نورستانی همراه ما بودند، حتی اقوام گوجر که اقوام خرد هستند آنها همراه ما بودند، سادات بودند، تمام اقوام سهیم بودند در مبارزه و عموم مردم حال امارات را ساختند. یعنی کسایی نیستند که خدای نخواسته دشمن کسی باشند. از لحاظ مذهبی هم مردم مسلمان هستند، مردم اکثرشان دو مذهب موجود داریم، احناف هستیم و شیعه و هم اهل تشیع افغانستان هم اهل تشیع بسیار با احتیاط و با سلیقه و با علم هستند و همچنان اهل تسنن هم برادروار با آنها زندگی میکنند. اهل سنت والجماعت هستند، مربوط به مذهب امام ابی حنیفه رحمه الله، بسیار احتیاط میکنند در تمام احکامی که ما میبینیم و با آن مواجه هستیم. به هر صورت مردم افغانستان قسمی که در تاریخ ها بودن اما قسم هستند. امارات اسلامی افغانستان متشکل از همین مردم است، کدام فکر جدید وجا نیست، خدای نکرده فکر تکفیری وجا نیست، فکر خشن اونجا نیست، فکر نیست که علیه کدام کشور دیگر، ملت دیگر یا حقوق مردم دیگر را تلف بکنه، خدای نخواسته. تلاش ما است که از خاک افغانستان به هیچ کسی ضرری متوجه نشه و این تعهد را ما عملی می سازیم و عملی هم کرده ایم که از خاک افغانستان به کسی ضرری مواجه نمیشه، ولی نیاز به همکاری هم داریم و مردم ترکیه هم در مورد برادرای افغان خود و در مورد امارات اسلامی افغانستان باید نظر مثبت داشته باشند و هیچ نوع تشویش راه ندن. Tabii Afganistan, Hindistan'ın örneğin, Taliban'ın ve genel anlamda Afgan halkının çok önemli tecrübeleri oldu. Baktığımızda işte Sovyet işgali, sonrasında maalesef ki Afganistan'da farklı kesimler arasında bir çatışma süreci ve en nihayetinde Amerikan işgali söz konusu oldu. Yani işgal, savaş ve iç çatışmalar yaşandı. Bütün bu tecrübeler üzerine İslam ümmetine ne tür bir mesaj vermek istersiniz? Müslümanlara nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Özellikle de Müslümanların vahdeti konusunda. وحدت مردم افغانستان بسیار مهم است و این تجارب 43 سال را که ما گرفتیم، علیه اشغالگرا هم جنگ شد، در داخل هم کشمکش و اختلافات وجود داشت در زمان قبل. این همه به مردم افغانستان آموخت که از این به بعد جنگ را در کشور خود راه نده، اختلافات خرد و ریزه را بزرگ نسازند که خدای نخواسته منجر به خونریزی میشه، منجر به همپاشیدن نظام و اجتماع میشه و این انشاءالله ملت افغانستان دیگر اجازه نمیده. این تجارب را ما آموختیم و این درس را آموختیم که باید یک ملت واحد و یک کتله باشیم، همه اقوام با هم برادر باشند، همه پشت هم دیگر استاد باشیم. مسائل و اختلافات خرد ریزه در هر ملت است، حتی در خانواده ها هست، بین برادرها هست، بین زوجین اختلافات وجود داره، ولی هرگز باید راه پیدا نکنه به خونریزی، راه پیدا نکنه به اینکه منافع اولیای کشور و ملت مد نظر گرفته نشه. امیدواری ما حالی است که کسی اگر مخالفت هم داره یا مخالف بود و در افغانستان فعلا نیستند، دعوت برشان میتیم که آنها به کشور خود برگردند، متفق با برادرای خود زندگی بکنند، آرامش کشور را حفظ بکنند، در آبادی کشور خود سهم داشته باشند. الحمدلله مردم افغانستان اکثریت کلی مخالف جنگ، مخالف هم پاشیدن نظام هستند، در عقب نظام خود استاد هستند، در تأمین امنیت رول دارند و این روز به روز انشاءالله اتفاق و وحدت ما بیشتر شده میره. امیدوار هستم تمام جناحایی که نظام در بیرون از این حلقه ماندن جمع شوند و بیشتر حمایت بکنن نظام را، افغانستان را، منافع کشور خود را. Burada yine ifade ettiniz hani bu Afganistan'dan ayrılan, Afganistan'ı terk eden kişilerin dönmeleri, onlarla birlikte yaşama noktasına bir çağrımız oldu.
Bu noktada bir çalışmanız var mı, bir planlama var mı? Neler söylemek istersiniz Afganistan'dan giden kişiler için? 100% ما آنها را دعوت می نماییم که پس به کشور خود بیاین. به خاطر دعوت آنها یک کمیسیون ساخته شده، کمیسیون تماس، که آنها آسان بتانند تماس بگیرن و به کشور خود برگردن. ما نمیخوایم هیچ افغانی از افغانستان بیرون باشن من حیث مهاجر، من حیث یک کسی که حقوق خود را تأمین کرده نمیتونه، زندگیش دچار مشکلات است، در یک کشور دیگه من حیث بیگانه زندگی میکنه، این را تحمل کرده نمیتونیم. تمام افغان ها حق دارند در کشور خود بیاین، در خاک خود زندگی کنند و مالک متملکات خود باشند. ما برای زمینه را مساعد میکنیم، تلاش میورزیم که افغان ها پس در خانه خود جمع باشند. کسایی که از افغانستان بیرون رفتن باز برشان پیام میتیم که افغانستان خانه شان است، امنیتشان تامین میشه و هیچ حراسی نداشته باشه. ما برادر آنها هستیم، آنها برادر ما هستند. ما و آنها یک کتله و یک جسد هستیم، در یک خاک و یک زمین زندگی میکنیم. نیاز داریم از هم تحمل داشته باشیم، از هم درگذر داشته باشیم و با اخذ از تجارب گذشته آینده را بسازیم، نه اینکه خدای نخواسته تجارب تلخ را تکرار بکنیم. امیدوار هستیم که باز اختلافات در افغانستان نباشه. Tabii Afganistan üzerinde konuşuyoruz ama biraz da Afganistan'dan çıkıp ümmeti de konuşmak istiyoruz. Afganistan İslam Emirliği, İslam ümmetine şöyle dönüp bir baktığında genel olarak bir değerlendirme yaparsak, ümmetin durumunu nasıl değerlendiriyoruz? Çünkü Suriye, Yemen, Filistin, Libya, birçok ülkede maalesef sorun var, pek de istemediğimiz. İşte Afganistan yeni sıyrıldı bu işgal sürecinden. Bu bağlamda bir değerlendirme yaparsanız neler yapmak istersiniz? ما در برابر کشورهای اسلامی که در آنجا مشکلات وجود داره با همه متاسف هستیم. ما خود ما قربانی جنگ شده ایم، قربانی دسیسه ها شده ایم، قربانی مداخلات بیرونی شده ایم و خوب میدانیم که چقدر برای ملت ها گران تمام میشه و سخت تمام میشه. میخواهیم در تمام کشورهایی که مشکلات وجود داره خواهش میکنیم که اوجا پس مردمشان متفق شوند، با هم درگذر داشته باشند، جنگ ها و اختلافاتی که وجود داره راه های حل برشان پیدا کنه. همین پیام ما به کشورهای اسلامی است. در عموم کشورهای اسلامی همه برادر ما هستند و با دردشان ما در درد هستیم، با تکلیفشان ما در تکلیف هستیم و نمیخواهیم که چیزی را که ما در افغانستان تجربه کردیم در کشورهای اسلامی باشه. خدا کنه که همه ملت‌های مسلمان آرامش را تجربه کنند و از حالت کنونی که مشکلات در بعضی کشورها وجود داره بیرون شود. کسایی که دسیسه سازی کردن یا ابرقدرت‌هایی که دسیسه سازی کردن یا مظلومیت را به حکومت‌های اسلامی آوردن، خداوند آنها را هم دفع بکنه که مردم مسلمان، ملت‌های مسلمان دارای استقلال خود باشند و مشکلات را که دارن برچیده شود. Tabii şu da var. E, Uzun zamandır hep konuşuluyor zaten. İşte hassas olan, bu konuda duyarlı olan Müslümanlar hep dile getirir. Siz de az önce bahsettiniz. İslam ülkelerinin birliğinden, vahdetinden, İslam ülkelerinin birbirleriyle ittifak içerisinde hareket etmesinden. E, Avrupa, batılı ülkelerin bir birliği. Bizde de kim kuruluşlar, kurumlar var ama siyasi ve askeri olarak ve ekonomik olarak pek de o kadar etkin ve güçlü bir kurumumuz yok. Uluslararası güçlü bir kurumumuz yok. Nasıl olacak? Tabii biz böyle bir kurum inşa edeceğiz. Hangi این meseleleri aşmamız lazım? این بسیار متاسفانه دردآور است. ما او روز در بیانیه خود در اتحاد علما هم یادآور شدم که چطور میشه اتحادیه اروپا کشورهای مختلف جمع شدن و اساس منفعت خود یک اتحادیه ساختن، بالای همدیگر اعتماد ساختن، حتی مرزایشان بالای به خاطر همدیگر باز است، با یک نشنالیتی که دارن میتونن سفر بکنن با کشورهای همدیگر. همچنان آمریکا کشور بسیار بزرگ و کلان تشکیل کرده و 50 و چند مملکت را یک جا جمع کرده. آنها زندگی میتونن. امت اسلامی چرا نمیتونه با هم اتفاق داشته باشن؟ چرا نمیتونن دردهای خود را مداوا بکنن؟ چرا نمیتونن یک رأس و یک سر خود را پیدا بکنن که حرفشان شنیده شود، موضوعاتشان حل معقول پیدا بکنه و از مداخلات امن باشه؟ این تأسف بار است. ما از این ناحیه ناراحت هستیم. کوشش باید صورت بگیره در تمام جوامع اسلامی، در کشورهای اسلامی که متفق شویم.
با هم کشورهای مسلمان مشترکات زیادی دارند. عقیده و ایمان چیزی است که بسیار وابستگی عمیقی را بین کشورهای اسلامی ایجاد کرده. باید این عنصر استفاده شد صورت بگیره و ملت های مسلمان با هم یک جا باشند، کشورهایشان امن باشند، با احترام به سرحدات همدیگر، با احترام بر آزادی همدیگر، ولی روابط اقتصادی خوب، روابط سیاسی خوب، تعاملات بشری خوب با هم داشته باشند و از لحاظ اسلام و دین و احکام اسلام برادر هستند، برادروار زندگی بکنند. همچنین یک آرزوی را داریم و در جایی که نیاز شود نقش خود انشاءالله ایفا خواهد کردیم و خواهان هستیم که همچون یک فضای ایجاد شود. Tabii Afganistan'la ilgili yaşanan sorunları anlattınız aslında. Türkiye ve İslam ülkelerinden beklentiniz nedir sorusuna cevap verdiniz ama Türkiye'desiniz. Dün de bildiğim kadarıyla Diyarbakır'da iş adamlarıyla buluşmanız oldu. Dolayısıyla burada hani Türkiye'li iş adamlarına yönelik böyle özel bir çağrınız, bir mesajınız da olur mu? Ve Afganistan'da bu noktada yani Afganistan'a yatırım yapmak isteyen, yapacak olan iş adamlarına önereceğiniz alanlar var mı? ما چیزی را که ما در ترکیه دیدیم و حس کردیم این بود که همدردی ملت ترکی با افغانها و حس محبت ای را ما دریافتیم در ترکیه و الحمدلله این فضا ما را مطمئن ساخت که این دو ملت با هم برادر هستند. خدا بکنن نظام ها و حکومت های ما هم در دو طرف بتانن اراده مردم خود را تمثیل بتن در عمل. و همچنان ما با علما دیدیم اینجا توصیه های بسیار مفیدی به افغانستان داشتن، توصیه های برادروار، توصیه های حفظ امنیت، ایجاد اتفاق بیشتر و همچنان رفاه اقتصادی. همچنان با تجار دیدیم، با سرمایه‌داران ایجاد دیدیم، آنها همشان اشتیاق زیرا داشتن که توانشان را خرج بدن به خاطر سرمایه‌گذاری در افغانستان و ما هم آنها را مطمئن ساختیم که در افغانستان فرصت بسیار خوبی برای تجارا و سرمایه‌دارای ترکی ما ایجاد است که بیاین در افغانستان تجارب خود را به کار برتن و سرمایه گذاری بکنند در افغانستان. امنیت کلی تامین است. معادن ما در حالت استخراج است و همچنان پروژه های بسیار مهم در حالت تطبیق است. شهرهای ما نیاز به آبادی داره، سرک های ما نیاز به پخته شدن و ترمیم شدن داره و همچنان صدها پروژه در بخش زراعت و در بخش ایجاد شغل وجود داره. تجارای کشور دوست ترکیه باید بیاین در افغانستان ببینن در کدام جایی که توانشان است و میتونن سرمایه گذاری بکنن. ما مطمئن تر میشیم و ما حاضر هستیم با آنها زمینه مساعد شود، همکاری صورت بگیره و امنیتشان تامین شود. از لحاظ امنیتی هم باید آنها مطمئن باشن، از لحاظ از اینکه مردم افغانستان چشم برایشان است هم باید مطمئن باشن و ما هم بسیار خرسند میشیم که در عرصه های مهم اقتصادی دوستای ما از ترکیه و مسلمان با ما همکار باشن که ما هم مطمئن باشیم و آنها هم بهره از خاک افغانستان داشته باشند. Tabii uzun yıllar süren bir işgal süreci, bu işgal sürecinde yürüttüğünüz bir mücadele Afganistan'ın içerisinde özelde yoğun olarak kalmak durumundaydınız. Çünkü bir işgal vardı. Bu işgale karşı bir cihat sorusuydu. E, Bu süre içerisinde dünyayı nasıl okudunuz? Dünyayı nasıl takip ettiniz? İslam ülkelerini nasıl takip ettiniz? Edebildiniz mi? Ne kadar edebildiniz? Biraz özellikle de şu son süreçte yeni dünya dizayn etmek isteyenler, böyle bir sistem oluşturmak isteyenler var. Malum Ukrayna savaşında biliyorsunuz Doğu ve Batı bloğu iki sömürgeci güç Ukrayna üzerinden cebelleşiyor. Biraz da dünya siyasetini özellikle bu son sürece bağlantı kurarak değerlendirirseniz neler söylersiniz? افغانستان میخواهد که در قضایای دنیا و قضایای کشورهای دیگر موقف بیطرفانه داشته باشه، چون ما نمیخوایم در هیچ پکتی وابسته باشیم. ما میخوایم که آزاد باشیم و همچنان غیر منسلک باشیم. این سیاست برای افغانستان منفعت داره که وابسته به هیچ جنایی نشویم و طرفدار جنگ هم نیستیم در دنیا. در اوکراین چیزی که میگذاره این رنج دهنده است. وضعیت اقتصادی را در منطقه از هم پاشیده و همچنان صدمه زیادی به اوکراین وارد شده و کشورهای دیگری که دخیل هستند صدماتش وارد میشه
و در دراز مدت زیانبار است. خطر از این دیده میشه که جنگ به منطقه فراتر توسعه پیدا بکنه. خدا نکنم چی شود. در عموم ما طرفدار جنگ نیستیم، ولی موقف امارات اسلامی بی‌طرفانه است. ما طرفداری از کدام جناح نمی کنیم. در قضای دنیا ما تلاش می‌ورزیم که سیاست متوازن داشته باشیم و به هیچ جهت خود را پیوند نمیتیم. مستقلانه و آزادانه میتونیم موقف خود را بگیریم و هم موقف خیر اندیشی و خیرخواهی. Evet, tabii bir de şunu da sormak isterim. Afganistan'da yeni yönetim, emirlik oluşturuldu. Dışarıdan eleştiriler yönetime yönelik. Tabii herkes yönetimde kendi temsilcisinin de olmasını istiyor Afganistan'da. Böyle bir durum var. Siz de bu konuda daha önce yapmış olduğunuz açıklamalar. Hiçbir ülkede olmayan uygulamanın Afganistan'da olmasını isteyenler de var. Emirliğin yönetim sistemiyle ilgili neler söylemek istersiniz? به هر صورت ما بگویم که چیزی را که ما در افغانستان میخوایم برای افغانستان میخوایم. تلاش های ما امی است که امارات اسلامی افغانستان من حیثی در منطقه تبارز بکنه که زیان و ضرر به مناطق دیگر هم نباشه، خودش هم زیان بار نباشه و افغانستان خانه افغان ها باشه. تمام افغان هایی که بیرون هستند به کشور برگردن و مطمئنا زندگی بکنن. زیان و ضرر ما به دیگر کشورها مواجه نشه. از لحاظ اقتصادی افغانستان محور همکاری ها باشه. همکاری های بین المللی، همکاری های منطقه افغانستان را با هم وصل بکنه که مثلا آسیای مرکزی نیاز شدید به این داره که ذخایر خود را، تجارت خود را به آسیای جنوبی انتقال بده. افغانستان راه واحد است. ما میخوایم اینجا حکومتی باشه، نظامی باشه که امنیت 100% داشته باشه، یک دستگی داشته باشه و اختلافات در اوج وجود نداشته باشه و همچنان خاک افغانستان به خاطر تجارت وصل منطقه یک محور اقتصادی را ایجاد بکنه که منطقه را با هم وصل بسازه و مردم افغانستان هم از این وضعیت منفعت ببرند. در تلاش همی هستیم، در رقابت با هیچ جهتی نیستیم و در مقابله و مخالفت هم با کدام جهت قرار نمیگیریم. Yönetim demişken modern İslam Cumhuriyeti değil de İslam Emirliği. Bu noktada yönetimle ilgili yönetim nasıl işliyor? Önümüzdeki dönem için böyle bir yol haritası var mı? Biraz bize aydınlatın. چیزی که برای مردم افغانستان مهم است، شما اول باید بدانید که ملت ها به اساس منافع ملی خود، به اساس خاص جامعه خود تصمیم میگیرند نظام خود را جهت و سو میده. مثلا در ترکیه یک چیزی که رایج است و پیش میره، شاید ملت ترکیه میره انتخاب کرده باشه. ملت های دیگر در کشورهای عربی میبینیم سیستم های دیگر را تعقیب میکنن. ملت ها در اروپا و در آمریکا شاید قسم دیگر را فکر کنند. در آسیای مرکزی و همچنان آسیای جنوبی کشورها دیگر قسم زندگی میکنن. در آفریقا همچنان قسم دیگری. افغانستان هم یک ملت مستقل است. نظامی را که انتخاب کرده امارات اسلامی افغانستان به خاطر افغانستان است و این راه بیرون رفت از معضلات است. ما جمهوریت هم تجربه کردیم در افغانستان، راهکاری نداشت، بارها ناکام شد و راه بسیار ضعیفی به راه انداخت. حتی راه را به اختلافات مذهبی، اختلافات قومی و اختلافات سمتی ایجاد کرد. حتی شاهد از این بودیم در جمهوریت در یک روز 2 روز خود را رئیس جمهور اعلان کردند که جامعه ما را شدیداً زیر خطر قرار دادند. پس جامعه ما نیاز به یک دستگی و یک پارچگی داره و به خاطر نظام اسلامی بسیار قربانی دادن. تمام ملت 1.5 میلیون تا 2 میلیون نفر اونجا شهید شدن به خاطر از اینکه حکومتشان حکومت اسلامی باشه. پس آنها حق دارند که طبق میلشان، طبق معتقدات باورایشان برای خود نظام ساخته باشه. ولی مطمئنا باید بگویم که این حالت از افغانستان به بیرون هیچ زیانی نداره. ما تمام کشورها را اطمینان میتیم و مطمئن میسازیم که ما نمیخوایم خدای نخواست از خاک افغانستان به کدام جهتی ضرری برسه. یکی چه نظامی در افغانستان بر چی نام ایجاد میشه، این حق افغان ها است، ولی این حالت با کدام حالت کشور دیگری صدمه وارد نمیکنه و ما با کشورهای دنیا میخواهیم تعاملات بالمثل داشته باشیم و تعاملات مثبت داشته باشیم. Şimdi tabii işgal sürecinde büyük bir yıkım yaşandı. Hem alt yapı hem üst yapı. Bunların da ötesinde zaten
binlerce insan hayatını kaybetti, katledildi. Özellikle sivillere yönelik katliamlar gerçekleşti. Bu işgal sürecinde siz dünya kamuoyuna e, ABD ve diğer işgal güçlerinin ki 40'a yakın ülkeyle savaşmak zorunda kaldınız. İşlediği cinayetlerin, katliamların dünya kamuoyuna bir hakkın yansıdığını düşünüyor musunuz? باید بگویم که جنایاتی که در 20 سال در افغانستان انجام شده بسیار زجر دهنده است و در وقت مناسب شاید او زیر یک محاسبه درست هم قرار بگیره، ولی فعلا وضعیت همین حکم میکنه که مردم افغانستان آرامش خود را حفظ کنند. زیانهایی که دیده شده، ولی از زیانهای آینده جلوگیری بکنیم. یک بار ملت ما با هم جمع شود، دوم نظام ما خود را جمع بکنه، سوم اقتصاد ما خود را در حد برسانه که ما نیازمندی های خود را پوره بتانیم. بعدا بعضی ناهنجاری ها، بعضی مظلومیت های قرار گرفته، میشه سرش بحث کرد، میشه آن را زیر محاسبه قرار داد، ولی فعلا مردم افغانستان در حالتی قرار دارند که باید دردهای خود را التیام کنند و زخمهایی را که دارند باید او را مرهم بگذارند. حال وقت ما محاسبه با کسی نیست و تلاش می‌ورزیم که در داخل یک نظم و نسق خوبی داشته باشیم. Burada şimdi önemli bir konu. Zaman zaman gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda yine gündeme geldi. ABD'li askerlerin, Fransız askerlerin, Afganistanlı sivilleri işte pazarda alışveriş yaparken okula giden okul öğrencilerini keskin nişancı ateşiyle hedef gözeterek katlettiğine dair detaylar ortaya çıktı. Yani bu insanlık suçları noktasında bir komisyon kuruldu mu? Bunların uluslararası kamuoyuna taşınması, uluslararası mahkemelere taşınması, bir tazminat davasına dönüşmesi noktasında böyle bir çalışmanız var mı ya da olur mu? در 20 سال گذشته در افغانستان مظالم زیادی واقع شده. واقعا هم افراد ملکی، مردم بی‌دفاع، مردم مظلوم در راه، مکتب، مدرسه، حتی شفاخانه، در جاهای عام مورد حمله قرار گرفتند، بمبارد شدند. از طرف سربازای نیروهای بیرونی که اونجا بودن مورد حمله قرار گرفتند، زندانی شدند، مظالم بسیار صورت گرفته. ولی تا به حال در دنیا ما دادگاه منصفانه را نمیبینیم که این زورگویای عصر را از گریبانشان بگیره و کش کنند. مثلا کدام سازمان را ما نمیبینیم در دنیا که علیه آمریکا استادگی بکنه و آمریکا را بگه که چرا شما ظلم کرده بودید، یا علیه کدام کشور دیگری مقتدر استاد شود که چرا سربازایتان در افغانستان سرپیچی کرده بود از نرم‌های بین‌المللی یا جنایت جنگی را انجام داده. این امید را ما از کسی تا به حال نداریم. بر صورت اگرچه ادعا میشه که محکمه هاگ وجود داره، محاکم دیگر در دنیا شاید باشه و سازمان های حقوق بشر، ولی به نظر ما او سازمان ها به خاطر ملت های ضعیف است، ملت های کمزور است، ملت هایی که مقتدر هستند یا حکومت هایی که مقتدر و زورگو هستند، آنها زیر محاسبه قرار نمیگیرند. فعلا وضعیت همونطور است. اگر امیدی از این دیده شد که در دنیا کدام ساختاری موجود شد که منصفانه میتونه قضایا را بررسی بکنه، در مو زمان ما دوسیه های بسیار را داریم که برشان پیش کنیم که باید قضاوت صورت بگیره. Tabii yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz varsa Kenan Bey siz de ekleyin. Tabii uzunca bir yoldan geldiniz. İşte İttihat-ül Ulema'nın 7. Harbiye buluşmasına katıldınız. Türkiye'de de yanılmıyorsam ilk canlı yayına Rehber TV'de katıldınız. Bu davetimizi kabul ettiniz. Bizi de kırmadınız. Bu anlamda teşekkürlerimizi yinelemek istiyoruz. Son olarak hem Türkiye kamuoyuna hem uluslararası kamuoyuna Rehber TV ekranlarından nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Çünkü izleyicilerimiz yoğun olarak şu an yayınımızı takip ediyor. بله، ما از تریبیون شما میخواهیم اول ملت ترکی را مخاطب قرار بدیم. نیات نیک و تمنیات نیک مردم افغانستان را باز از طریق تریبیون شما برشان برسانیم. مردم افغانستان امیدوار هستند که با ملت ترکیه برادروار
زندگی بکنن و آنها را برادر خود میپندارن. و همچنان از این تریبیون صدا میکنیم بالای تمام کشورهای اسلامی، ملت های مسلمان که همراه مردم افغانستان استاد باشند، مردم افغانستان را در راه بازسازی، در راه اعمار مجدد، در راه ایجاد اقتصاد خوب و همچنان در راه ایجاد روابط دیپلماتیک بین کشورها بخصوص کشورهای اسلامی یاری بکنند. در این راستا علمای ما مسئولیت زیاد دارند. در کشورهای اسلامی از آنها باز میخواهیم که ما را همکاری بکنند. از حکومت های اسلامی، سران حکومت های اسلامی میخواهیم که مردم افغانستان را فراموش نکنند، از موقف و جایگاهی که دارند استفاده بکنند، با مردم افغانستان یاری داشته باشند و ما هم از جانب خود برشان اطمینان میتیم که من حیث یک ملت برادر و دوست با کشورهای اسلامی زندگی میکنیم. همچنان فراتر از دایره کشورهای اسلامی با تمام کشورهای دنیا میخواهیم روابط خوبی دیپلماتیک و قابل اعتماد را ایجاد بکنیم، هم از اروپا، از آمریکا و کشورهای دیگر، کشورهایی که مهم هستند در دنیا. افغانستان میخواهد جامعه جز از جامعه جهانی باشه. افغانستان میخواهد در تمام قضاهای دنیا رول خود داشته باشه. افغانستان میخواهد جایگاه خود را در جامعه بین‌المللی حفظ بکنه و داشته باشه. بعدا نظام ما، حکومت ما، ملت ما من حیث یک جهت مسئول میتونه پاسخگو هم باشه در برابر قواعد دنیا و نرم‌های دنیا، چیزی که با اساسات اسلامی در تضاد قرار نداره. ما برشان از همه بیشتر التزام خواهد کردیم، ولی این نیاز به همکاری های متقابل داره. از همین تریبیون صدا میکنیم برای تمام کشورها که مردم افغانستان را فراموش نکنند و امارات اسلامی افغانستان را من حیث یک حکومت به رسمیت بشناسند که جزء از جامعه باشه و همچنان مشکلاتی را که داریم یا بعضی اعتراضات و سوالاتی که هست، او از طریق تفاهم، دید و بازدید و مجراهای قانونی همه حل شدنی است و حل میشه. مردم افغانستان هیچ نمیخواد با کسی دشمنی داشته باشه و نه هم افغانستان علیه کدام کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بلکه افغانستان در حالت است که باید خود را جمع بکنه، اقتصاد خود را تامین کنه، امنیت خود را حفظ کنه و همکاری با دنیا داشته باشه و همچنان دنیا هم همکاری با افغان ها. همین امیدواری ماست. در این راستا از تلویزیون شما بسیار سپاسگزار هستم که صدای ما را تا جایی میرسانید و ما وقت گذاشتین و با ما صحبت kardin. از شما هم زیاد متشکر هستم. Tabii biz de özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Yayınımıza bir kez daha buyurup katıldığınız için. Ben de Söylemek istediğiniz son bir kelime varsa. tabii Afganistan halkının Amerika'ya karşı kazandığı bu büyük zaferi tebrik etmek istiyorum. Allah bundan sonrası için Afganistan halkının yar ve yardımcısı olsun inşallah. Başarılar dilerim. تشکر میکنم از همه شما. زنده باشید. سلامت. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zabihullah Mücahit bu akşamki Afganistan özel yayınımızda konuğumuz oldu. Akıllardaki birçok soruyu toparlayabildiğimiz kadar kendisini yönetmeye çalıştık.